حامیجان محمدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند در جریان عملیات ناکام برای بازداشتش به طور مرموز ناپدید شده است. بعضی از منابع میگویند او فرار کرده است ولی معلوم نیست به کجا. ایده دیگری باور دارند که او را گریزانیدند. مقامات شرح نمیدهند. یک منبع روز 29 اپریل به رادیوی آزادی گفت عملیات از طرف ماموران آژانسی ضد فساد در سود گذرانیده شده، مواد جنایتی جمع‌آوری شده است ولی معلوم نیست پرونده باز شده است یا نه. عملیات را روز 22 اپریل امسال گذرانیدند. کوشش تماس با حامیجان محمدزاده و شخصان نزدیک به او در 2 روز آخر بی نتیجه بود. در دادگاه شهر خوجند گفتند که حامیجان محمدزاده 3 یا 4 روز این جانب به سبب بیماری در جای کار نیست. یکی از کارمندان دادگاه خوجند قضیه را تصدیق کرد اما گفت شرح مسئله را از دوشنبه بپرسید. در حالی که مقامات در این زمینه چیزی نمیگویند، یک منبع آگاه روز 29 اپریل چنین نقل کرد: حامیجان محمدزاده به دام عملیات افتاده ولی زود از آنجا گریخت. پولهای مخصوصی را که همچون رشوه پیشنهاد شده بود گرفته آن را به نفر دیگر داده و رفته است. حالا یک ادوکات و سودیه پیشین را داشتند. تصدیق درستی آن از منابع رسمی در حال حاضر غیر امکان است. حامیجان محمدزاده 25 نوامبر سال 2021 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. از سال 1996 تا 2000 هم در این منصب بود. در گذشته در مقام رئیس دادگاه نویه باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سوخت، رئیس دادگاه نویه جبور رسولوف و نویه سپتامین کار کرده است. سودیه تخصص درجه یکم بوده اردن شرف دارد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال آخر تقریبا 30 نفر آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. تعیین و برکناری دادرس‌ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نقطه را تنقید کرده گفته بود که دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند. حکومت تاجیکستان همیشه نظام عدلیه خود را عادلانه شمرده است. کمیسیون کم بودن معاش دادرس‌ها را از نقطه‌های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود. اون وقت سازمان نوشته بود که دادرس‌ها در تاجیکستان 1600 سومانی یا $160 و دادرس‌های دادگاه عالی با نظرداشت سابقه کاری 4500 سومانی یا $450، دادرس‌های دادگاه عربی 6200 سومانی یا $620 معاش میگیرند. چون این معاش استقلال مالیوی دادرس‌ها را کفالت دادن نمیتواند و معاش کم دادرس‌ها برای کروپسیا زمینه فراهم میکند. بنابراین به مشاهده مسئولان سازمان معاش کم به زندگی سیر و پور بعضی دادرس‌ها موافق نیست.